حادثه‌ای که در سرحد جمهوری تاجیکستان و افغانستان صورت گرفت در آخر سال واقعا هم باعث تشویش بودند و جمهوری تاجیکستان همه وقت از موقع و فضای همکاری و ثبات تبدیل دادن همین نقطه‌های مرزی هست که نقطه‌های مرزی را امروز جمهوری تاجیکستان با افغانستان هم نه تنها همچون یک سپر امنیتی بلکه در برابر این همچون یکی از نقطه‌های به وجود آوردن همکاری مصالحت‌آمیز ناحیه‌های سرحدی تبدیل داده است. که در این نقطه در این خط ما می‌بینیم که بازارهای نزد سرحدی هم می‌کنن همکاری مردمان ناحیه‌های دو جانب خیلی فعال هستند و آن حادثه‌هایی که به عمل آمدند ما از اظهارات‌های رسمی مقام امروزه اداره‌کنی افغانستان نیز این اظهارات را در دست داریم و آنها نیز این گونه جنایت‌ها را محکوم کردند.